برای کارشناسی تو منطقه همدان. از اینجا رد می شدم، شانسی خب یه چیزی دیدم خیلی جالبه. ببین من میگم کارا جلوی چشمه، شما میگید چرا. خب اونجا ببینید جاده مالروه سنگی از کناره دره که آثارش هست. اینجا محل تلاقی دو تا دره است، دره اصلی و دره فرعی. من ابتدا این شمایل رو دیدم، این یه شمایل کارگزارانه است، همین 5 تا سنگ چیده شدم. من همون استوری دیشبی که گفتم جاهایی که کارگزاری هست باید سنگ‌های اینجوری منفصل باشه، ولی خب زیبایی کار رو ببینید، تو رو جدتون نگاه کنید. در طول زمان دقیقا محل تلاقی اومدن این کارگزاری که انجام دادن، سنگچین از بغل دره زده بیرون. چقدر خوشگل. ببینید جلوی چشم ها، روزی هزاران نفر از اینجا رد میشه. کل اینجا خاکه، میبینید کل اینجا خاکه، سنگ اینام نیست که شما فکر کنید این سنگا طبیعی. سنگچین رو نگاه کنید.